کمیسیه همبستگی المپی کمیته بین المللی المپی نزدیک 17 ورزشگر تاجیک را برای دریافت استیپندیاهای المپی پاریژ 2024 تصدیق کرد. کمیته ملی المپی تاجیکستان در سامانش خبر داد که 17 داوطلب را بر اساس پیشنهاد فدراسیون ملی ورزش کمیته اجرایی کمیته ملی المپی تاجیکستان ماه اکتبر سال 2021 تصدیق و به کمیته بین المللی المپی پیشبری کرده بود. در دایره برنامه دستگیری مالیوی المپی پاریژ 2024 به کمیته ملی المپی تاجیکستان هر ماه در حجم $7500 مبلغ جدا می‌گردد. برنامه برای ورزشگران امکان فراهم می‌آورد که راحت مشق و تمرین کرده در مسابقه‌های انتخابی المپی اشتراک کنند و برای دریافت رخصت بازی‌های المپی پاریژ 2024 مبارزه برند. روز 8 اپریل در یک جلسه در کمیته ملی المپی تاجیکستان با اشتراک نایب پرزیدنت کمیته دلشاد نظرов، دبیر کل کمیته عبداللهزاده محمدشاه، ورزشگران، مربیان و نمایندگان فدراسی‌ها با ورزشگران سازشنامه به امضا رسید. مبلغ به ورزشگران در هر دوره 4 ماهه پرداخت کرده می شود. اگر ورزشگر در مولت سیستم انتخابی المپی نتواند رخصت گیرد یا حساب مالیوی را سر وقت پیشنهاد نکند، پیش از مولت از دستگیری مالیوی محروم گردد. همین طریق 17 نفر زیرین از 6 نمود ورزش از 1 ژانویه سال 2022 تا 31 آگوست سال 2024 از دستگیری مالیوی المپی پاریژ 2024 برخوردار می شوند. تیمور رحیموف $800، سامان محمدبیکوف $800، بیروز خواجه‌زاده $800، جهانگیر مجیدوف $400، شایده قلندرova $250، بهادر عثمانوف $800، شعباس نعمتاللهیف $800، میجگورا صمدova $250، روحافزا اقنظرova $250، نیلوفر بابایورova $250، محمد حسن شاه محمدوف $300، مونیسا آیمتova $250، مورو حلیمova $250، فیروز میرزا رجبوف $400، وطن سلطان شکرشایova $250، شهریار دمینوف $400 و اکاترینا برادچووا $250 امریکایی.